سلام بچه‌ها، حالتون چطور؟ خوش اومدید به این ویدیو. آقا امروز قراره ویدیویی که از اینستا دانلود کردم و داخل گوشیم هست بهتون نشون بدم، چون که اینستام خرابه و کار نمیکنه. این ویدیو مال ساعت 7:30. ساعت اینجا چنده معلوم نمیکنه، نمیدونم. آقا دیگه برو بریم. اولی اوبیتوه، خودم ندیدم، یه ذره ازش دیدم. این سلف داره، چه غلطی داره میکنه؟ گی شد. پشمام. زیاد نبود، کم بود. پشمام ریدی که بین شد. واو چی زد پشمام. ایرانیم سون دونیشن. این چیه؟ قشنگ بود. یا بدفاز منطقی بود. اینم از این ویدیویی که من نگاه میکنم. بنیامین بی. اون بنیامین بی چیه؟ خب این چیه؟ آجی این چیه؟ من اینو ندیدم. دنبالش کرد، دلغک نگاه داره میره. من ندیده بودم اونو. این چیه؟ من چرا این دانگو چرت و پرت بود، خوشم نمیاد. پشمام قشنگ بود. بچه اینا بگیرید نگه داشته باشید، به دردتون میخوره. منطقیه. خیلی آهنگ خوبیه ناموسن، مثل تریاکه. بهت شیاف میشه. واه منطقیه. یا بالفاز چی؟ مسی. پشمام. این چیه؟ رونالدو جان. این رونالدو میگم نیمار. یه من مغزم گوزده است. بچه ببینید من نزدیک 6-5 ساعت مغازم بودم، همونجوری کار میکردم، بغل دست پدر مادر بودیم و مغزم گوزده دیگه، ببخشید. ایول. جان فوتبالی هستین؟ رونالدو یا مسی؟ نه تو آنی که همانی، نه من آنم که تو دانی. مولانا. آجی من اینا رو چرا ندیدم؟ من اینا رو خودم دانلود کردم اینا رو. این چیه؟ تو چه جور آدمی هستی؟ نفهمیدم ولی خوب. اینم از ویدیو آخر. آقا لایک و ساب فراموش نشه. دیگه هم بگم آقا تو رو خدا ساب کن، دهن من داره سرویس میشه.
اینجا گالری اون عکس. بچه‌ها بریم تامنیلامونو ببینیم. تامنیله مشتی خفن، مشتی پسر ماشاءالله. ترول مرول اینجا نوشته ترول اگه میخواین ویدیو حمایت بکنید که حالا براتون بذارم. گردن اومده باشه تو رو خدا با خدافظ دست کلید و کلی عرق. آقا لایک و فراموش نشه. خیلی ویدیو قشنگی. خدافظ.